که وام میگیرم این شوهرم میاد پولا رو همه رو دستم در میاره. خواهر من شما هر وقت تقاضای وام میدادی میگفتی شوهرم گذاشته رفته. حالا شوهرتون چجوری میومد این پولا رو از شما میگرفت میرفت؟ هر وقت که وام میگرفتیم تا میفهمید میومد آشی. این وام 5 تومانی هست، چقدر دویدم تا جورش کردم تا وامو گرفتم اومد آشی. خدای محمدو بهمون داد. این وام 10 تومانیه که همین که جوشه و سرکلش پیدا شد اومد آشتی. خدای مجیدو بهمون داد. باز دوباره قرار کرد رفت. همین وام 20 تومانی چقدر دویدم تا جورش کردم. بله یادم. تا همونو جور کردم باز دوباره پیدا شد اومد دوباره آشتی. خدا این 2 دختر بهمون داد. اون دوتا هم که برای وام 25 تومن چون بیشتر بوده بنده خدا با حداقل حق و رعایت می‌کرد وام بیشتر بسیار خب. شما خواهر من ما شانس آوردیم منابع وام ما محدود بوده وگرنه چی میشد؟ الان 200 تا دیگه بچه اینجا بود. شما که میدونستی برای وام میاد چرا آشتی می‌کردی وسط همین آشتی؟ بعدم وسط همین آشتی الان برو یه چک ازش بگی، یه بار دیگه آشتی کن، یه برنامه‌ریزی کن، وسطش یه چک ازش بگی. خب من اصلا کینه‌ای نیستم، خیلی مهربونم. یه جوری میومد آشتی میکرد که من نمیتونستم بهش نه بگم. یه فکرایی میکنیم ان شاء الله حل بشه. بفرم. چشم. بفرم. بریم وام بچه‌ها رو ببریم. بفرم خانم. 10 تومانیه مون بیا همون. برو نه این 10 تومانیه. برو قربونت برم. برو عزیزم.